راه و رسم اصلگرایی. دیتر رامز از طراحان ارشد شرکت برام بود و اومدم بهش گفتم بیا این گرامافون رو دوباره طراحی کن. اومد در چوبی گرامافون رو که زائد بود و هم قیمت می‌برد بالا هم جا می‌گرفت حذف کرد و یک گرامافون ظریف خوشگل رومیزی با در شیشه‌ای از جنس پلاستیک بود، البته شیشه‌ای مانند از جنس پلاستیک طراحی کرد و گفتش که کمتر ولی بهتر. زواید اضافه کارو زد و به اصل گرایی پرداخت. اصل گرایی یعنی ببینیم که کجا داریم سرمایه گذاری میکنیم، کدوم کار داریم کدوم کار مهم ما داریم انجام میدیم، انرژیمون رو پخش و پلا نکنیم و اون رو در یک هدف مستقیم به کار بگیریم. راه و رسم اصلگرایی اینه که با نقشه قبلی زندگی کنیم، نه از روی غفلت و نه منفعلانه.